الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که ما یک قصه را شنیدیم که یکی از دعوتگران معروف اهل سنت در جماعت افغانی می گفت که یک مرد از صحابه ماعز زنا کرده است و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و اقرار کرد زناش را. و اینچنین یک زن غامدیه اینچنین زنا کرده است و به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است و اقرار کرده است. آیا همچنین چیز هم از صحابه ممکن است؟ بارک الله فیکم برادرم و خواهر موحدم، ما باید پیش از همه بدانیم که یگانه کسی که معصوم است و بیگناه است این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. و بدانیم که تمام صحابگان اینها انسانها بودند، بشر بودند و برای اینها گناه کردن، خطاگی کردن ممکن بود. یعنی الله سبحانه و تعالی به یگان نفر از صحابه نگفته است که اونها معصومند و بیگناهند یا که به گناه هیچگاه نمی روند، بلکه این چنین چیز نیست. اونها هم بشر بودند. و البته دومین چیز این است که همه صحابه برابر نیستند. صحابگان بودند که 10 یار بهشتی، عشر المبشره، اهل بدر، اهل بیعت الرضوان، البته صحابگان اولین، مهاجرین، سابقین، مهاجرین و انصار و صحابگانی که نو به اسلام در آمده و در حالت ضعیفی یا که در حالت تعلیم نو یا که در حالت قدم های اول در اسلام، همه اونها از هم دیگر فرق دارند. ما هیچگاه عمر ابن الخطاب، ابوبکر صدیق، عمر ابن الخطاب و این 4 یاری صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به دیگر صحابگان برابر نمیکنیم و همیشه درجه فضیلتی هر یک صحابه را به جایش می‌بینیم. اما این چنین صحابگانی بودند که البته ضعیف بودند و شاید سبب ضعیفیشون، سبب ضعفی به این کارها دست زدن، نو به اسلام در آمده بودند یا که و غیر ذلك، عموما انسان بودند. الله سبحانه و تعالی خبر داده است در حدیث قدسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند لولا اذنبتم، اگر شما گناه نکنید من شما را میبرم و به جای شما دیگر قومی را میارم که یذنبون و استغفرون، گناه میکنند و توبه میکنند. یعنی معنای این حدیث این است که یعنی گناه کنید نیست، البته ما باید از گناه دست کشیم، ما باید گناه نکنیم، اما هیچ کس در روی دنیا بیگناه نیست. بهترین کسی است که گناه کرده، گناه کردهش رو اقرار کرده و توبه میکند و ترک میکند و پشیمون میشود. پس به مقصد سخن میافتیم، به اصل موضوع که آیا همین واقعه در حقیقت به وقوع پیوسته است که ماعز یکی از صحابه زنا کرده اند و به رسول الله اقرار کردند. البته ماعز این مرد و غامدی زن، البته این چنین قصه وجود دارد و این قصه اصلش در بخاری و مسلم است که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است. در بخاری و مسلم حدیث متفق علیه است و این چنین در سنن در سنن ابو داود و در ترمذی وجود دارد. بارک الله فیکم. اصل قصه این است که معز ابن مالک زنا میکنند در پنهانی، هیچ کسی خبر نداشت، میتونستند که پنهان کنند، اما از سبب اینکه قوت ایمانی دارند، از سبب اینکه صادق هستند، از سبب اینکه روز قیامت را از این دنیا پیش می حسابند و به روز قیامت ایمان دارند و به حساب کتاب ایمان دارند، به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن طهرنی یا رسول الله، ای رسول الله مرا پاک کن. رسول الله قبول نمیکنه، یعنی از نزدم راه میگن. مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که یعنی قبول نکنن که چی میگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک سخن یک بار گرفته کار رو به انجام نمیرسونیدند. 4 مرتبه ماعز ابن مالک به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله ماعز ابن مالک به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در 4مین مرتبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگویند چی میخواهی؟ میگوید که من زنا کردم. همین ماعز ابن مالک میگوید که من زنا کردم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به همین کار رو تمام میکنند، تمام گیرد سنگ زنید میگن نه. البته از دیگر صحابگان میپرسند، از گرد اطرافشان بوده که ای مردم، ای صحابگان، آیا ماعز ابن مالک مجنون است؟
دیوانه شد مگر که میگد من زنا کردم؟ صحابگان میگن که نه، این در عقلش هست. و ماعز ابن مالک اصرار میکند بر رسول اکرم صلی الله علیه و که مرا به حکم الله حکم بکنید، قضاوت بکنید، زیرا که من زنا کردم. مرا پاک کنید از این وزمینی و گناهی که در روز قیامت من شاید به سبب این عذاب کشم، مرا پاک بکنید. این از ایمان است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکم به حکم قرآن میکنند، به حکم الله میکنند، به حکم رجم. حکم رجمی که در قرآن وجود دارد، حکمش وجود دارد اما تلاوتش وجود ندارد. تلاوتش منسوخ شده است، یعنی وجود ندارد در قرآن، اما حکمش وجود دارد. بارک الله فیکم. که البته این رو اهل علم و طالب علم میفهمند که در علم اصول فقه وجود دارد. پس رجم میکنند و بعد از رجم کردن میگویند که همین ماعز ابن مالک که زنا کرد و رجم کرده شد، سنگسار کرده شد و وفات کرد، تاب توبة لو قسمت بین امتی لوسعت. توبه کرد، توبه بی نهایت سخت. همین ماعز ابن مالک توبه کرد چنان توبه که اگر این توبه اش در بین امت من پهن کرده تقسیم کرده شود، توبه اش زیادتی میکند. پس توبه حقیقی و ربانی کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و خودشان توبه این صحابه را اقرار کرده اند و وصف نمودند. برای همین علما میگد هر کسی که قصه زنا کردن ماعز ابن مالک را قصه می کند یا که قصه زنا کردن الغامدیه، زن غامدیه را قصه می کند و توبه اونها را قصه نمی کند، این به یک گناه سخت دست زده است. پس برادرم و خواهر موحدم، وقتی که این قصه را نقل میکنی باید توبه اونها را نقل بکنی که الله اقرار کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم اقرار کردند، چرا که رسول الله از پیش خود اقرار نمیکردند. و این چنین غامدیه یک زن به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت من زنا کردم و این جنین و این کودکی که در شکم من است از زنا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم که رحمگین بودند و اصل شریعت که رحم بود، رسول الله یک بار این را به قتل نرساندند، بلکه گفتند برو و تا روزی که این زن تولد نکند به نزدم نآید. و یک مرد انصاری را مسئول کردند که وقتی که تولد کرد به من خبر بدید. البته روزی شد که این زن تولد کرد و به رسول الله خبر دادند که زن تولد کرد. رسول الله گفتند بمکاند شیر بدهد. کمی شیر هم داد و روزی که یعنی این طفل کمی قوه گرفته بود، به یک درجه که از شیر مکه از مادرش برآمده بود، به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این زن آمد و گفت که به همین درجه آمدم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حکم الله حکم کردند به رجم، یعنی با سنگسار کردند، چرا که این زن باکره نبود در حالت زنش و مرد هم که سنگسار شده است یعنی باکر نبود، یعنی جوان نبود. پس سنگسار کردند و کشته شد. در روایت مفردات امام مسلم آمده است که خالد ابن الولید میگویند در حالت سنگ زدن یک دشنام به این زن میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند ای خالد خودت را نگه دار، دشنام نده، چرا که این زن توبه کرد و توبهش حقیقی بود. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت این زن هم اقرار کردند که توبه کرد. و حتی در روایت های دیگر در سنن آمده است، در سنن ترمذی و در ابو داود و اینچنین بیهقی و غیره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون نماز خواندند. حتی عمر ابن الخطاب آمدند و گفتند ای رسول الله این زنی که زنا کرد و سنگسار شد و وفات کرد آیا به همین زن نماز میخوانید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند توبه کرد، توبه که اگر بین امتم تقسیم شود توبه اش زیادتی میکند. یعنی توبه اینها توبه حقیقی بود. امروز کی هست که بعد از زناش رود به محکمه اسلامی خودش را سپارد در حالتی که میداند که حکمش سنگسار است؟ پس البته این قصه صحیح است، درست است، در بخاری مسلم روایت شده است، اما اونها توبه کردند و توبه اونها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبول شدنش رو به ما بیان کردند. بارک الله فیکم. برای همین این چنین شبهه را نداشته باشید که یعنی صحابه ها هم به این عمل دست دادند. البته توبه کردند که توبه اونها